به کانال خوابهای رویایی خوش اومدین. اینجا جاییه که قرار شلوغی روز رو پشت سر بذاریم و با هم آروم آروم وارد دنیای قصه بشیم. داستانی که امشب میشنوید از 1001 شب قصه‌ای قدیمی اما زنده و شنیدنی که توی دل یک داستان چند داستان دیگه هم پنهان شده. مطمئنم با شنیدن این داستان ذهنتون آروم میشه و وارد دنیای خوابی رویایی میشین. اگه آماده ای چشماتو ببند، نفسهات رو آروم کن و با من کنار دریایی دور به قصه گوش بده. در قسمت‌های قبلی براتون تعریف کردم که شهرزاد 2 شب رو پشت سر گذاشت و حالا نوبت شب 3 هست. شهرزاد قصه گو اینطور قصه رو شروع کرد که صیادی سال خورده 1 زن و 3 پسر داشت و بیچیز و پریشان روزگار بود. او هر روز به کنار دریا می رفت و دام خود را تنها 4 بار در آب می انداخت. روزی دام را به آب انداخت. چون خواست بیرون آورد دید سنگین است. هرچه زور زد نتوانست. میخی بر ساحل کوبید و بند دام را بست. سپس خود به آب رفت و با سختی بسیار آن را بیرون کشید. اما در دام جز 1 خر مرده نبود. اندوهگین شد و گفت سبحان الله، امروز چه رزق عجیبی نصیبم شد. بار دوم دام را انداخت. باز سنگین تر از پیش بود. گمان کرد ماهی بزرگی است. با مشقت بیرون آورد. دید خمره‌ای بزرگ پر از گل و ریگ است. آهی کشید. خمره را شکست و دوباره دام به آب انداخت. بار 3 جز سفال و شیشه شکسته چیزی به دام نیفتاد. سپس رو به آسمان کرد و گفت خدایا، این بار 4 است. بیش از این دام نمی اندازم. نام خدا به زبان آورد و دام را در آب انداخت. چون بیرون کشید دید سنگین تر از همه بارهاست. باز هم خود را به آب انداخت و با توان تمام بیرون آورد. این بار خمره‌ای رویین بود. سرش با فلز بسته و مهر حضرت سلیمان بر آن نقش شده. صیاد شاد شد و گفت باید سر این را بگشایم. فلز را برداشت و خمره را وارونه کرد. ناگهان دودی از آن برآمد و به آسمان رفت. صیاد حیران ماند تا آن دود گرد آمد و از میانش عفریتی پدیدار شد. آنچنان بزرگ که سرش به ابر می‌سایید. صیاد از ترس لرزید و دهانش خشک شد. عفریت گفت ای پیامبر خدا، مرا مکش. از این پس فرمانت را نخواهم شکست. صیاد گفت ای عفریت، اکنون آخرالزمان است و از روزگار سلیمان 1800 سال گذشته. داستانت را بازگو. عفریت گفت ای مرد، آماده مرگ باش. صیاد گفت این است پاداش من که تو را از زندان رهانیدم؟ عفریت گفت آری.
چاره‌ای جز مرگ نداری. خود بگو چگونه می‌خواهی کشته شوی؟ صیاد گریست و گفت گناه من چیست که باید چنین سرانجامی یابم؟ عفریت گفت حکایت مرا بشنو. من و صخرالجن بر سلیمان عصیان کردیم و به خدای او ایمان نیاوردیم. وزیرش آصف ابن برخیار مرا نزد سلیمان برد. فرمان پرستش خواستند، نپذیرفتم. پس این خمره رویین را آوردند، مرا در آن زندانی کردند. سرش را با فلز بستند و مهر سلیمان بر آن زدند. سپس به دریا انداختند. 700 سال در قعر دریا ماندم و با خود گفتم هر که مرا آزاد کند او را تا ابد بی نیاز گردانم. کسی نیامد. 700 سال دیگر گذشت. گفتم هر که مرا رها کند گنجهای زمین را به او ببخشم. باز کسی نیامد. 400 سال دیگر ماندم و با خود گفتم هر که مرا آزاد کند او را به هر گونه که خواهد بکشم و اکنون تو مرا آزاد کردی، پس باید بگویی چگونه تو را بکشم. صیاد به حیرت افتاد و گریست. از او بخشایش خواست. عفریت گفت جز مرگ چاره نداری. صیاد با خود اندیشید او از جنیان است و من آدمیزاد، باید تدبیری کنم. پس گفت چگونه ممکن است با این هیکل بزرگ در آن خمره جای گرفته باشی؟ تا نبینم باور نمی کنم. عفریت وارد خمره شد و صیاد در خمره را با مهر بست. عفریت خشمگین شد و گفت مهر از سر خمره بردار و مرا رها کن، پاداش نیکو خواهی یافت. صیاد گفت دروغ میگویی. مثل من و تو مثل شاه یونان و حکیم رویان است و آن داستان چنین است. در سرزمین یونان پادشاهی بود که به بیماری سختی گرفتار شده بود. بیماری که پوستش را لکه‌دار و ناخوش کرده بود. پزشکان بسیاری کوشیدند اما هیچ درمانی کارگر نشد. روزی حکیمی سال خورده، دانا و جهان دیده به آن شهر آمد. او را حکیم رویان می نامیدند. زبانهای یونانی، فارسی، رومی و عربی را می دانست و از خواص گیاهان و برگ درختان آگاه بود. خبر بیماری شاه به گوشش رسید. به دربار رفت و گفت ای شاه، شنیدم که تن تو بیمار است و درمانی نیافته. من می توانم تو را درمان کنم بی آنکه دارویی بخوری یا مرهمی بر تنت بمالم. شاه در شگفت شد و گفت چگونه ممکن است بی دارو درمانم کنی؟ اگر چنین کنی هر آرزویی داشته باشی برآورده می کنم. حکیم گفت فردا به میدان چوگان برو. روز بعد شاه به میدان رفت. حکیم چوگانی به دستش داد و گفت این را بگیر و بر گوی بزن تا دست و تنت گرم شود. دارویی که در چوگان نهفته است از راه دست به سراسر بدن نفوذ خواهد کرد.
سپس به خانه برو، به گرمابه درآ و پس از آن بخواب، آنگاه بهبودی را خواهی یافت. شاه چوگان زد، تنش گرم شد، سپس به خانه رفت، به حمام نشست و خوابید. چون برخاست دید بیماری از تنش رفته و پوستش چون سیم سفید درخشید. شادمان شد. روز دیگر حکیم به دربار آمد. شاه او را در آغوش گرفت، در کنار خود نشاند و هدیه‌های فراوان به او بخشید. روزها گذشت و هر بار شاه او را گرامی داشت و زر و جامه‌های فاخر به او داد، اما وزیر شاه مردی بخیل و بدخواه بود. چون دید شاه چنین بخشش‌هایی به حکیم می‌کند، دلش پر از حسد شد. نزد شاه رفت و گفت: ای شاه، پیشینیان گفتند هر که در پایان کار نیندیشد به رنج خواهد افتاد. تو بر دشمن خود بخشش‌های فراوان می‌کنی و از این کار بیم دارم. شاه پرسید: دشمن کیست؟ وزیر گفت: حکیم رویان دشمن جان توست. شاه گفت: چگونه دشمن است، در حالی که مرا بی دارو درمان کرد؟ اگر همه خزانه ام را به او بدهم هنوز پاداش نیکوییش را ندادم. گمان دارم که تو این سخن را از حسد گفتی و همی خواهی که من او را کشته پشیمان شوم، بدان سان که ملک سندباد پشیمان شد. وزیر پرسید: حکایت ملک سندباد چگونه است؟ شاه پاسخ داد: شنیدم که یکی از پادشاهان پارس همیشه به شکار می رفت و از گردش در طبیعت لذت می برد. شاهینی داشت که دست پرورده او بود و شب و روز از خود دور نمی کرد. برای آن شاهین جامی زرین ساخته و به گردنش آویخته بود تا هرگاه تشنه شود از آن بنوشد. روزی شاه شاهین را بر دست گرفت و همراه غلامان به شکارگاه رفت. دام گستردند و غزالی در دام افتاد. شاه گفت: هر کس که غزال از برابرش بجهد او را خواهم کشت. سپاهیان گرد غزال آمدند. غزال به سوی شاه دوید و از بالای سر او جست. غلامان به یکدیگر نگاه کردند. شاه از وزیر پرسید: چه میگویند؟ وزیر گفت: ای شاه، تو خود گفتی هر کس که غزال از پیش او بجهد باید کشته شود. اکنون غزال از پیش تو جسته. شاه گفت: پس خود به دنبال غزال خواهم رفت تا آن را به دست آورم. پس به تاخت رفت. شاهین بر سر غزال نشست و با چنگال به چشمانش زد تا آنکه غزال کور شد و گریختن نتوانست. شاه رسید، غزال را ذبح کرد و بر زین اسب آویخت، اما بسیار تشنه شد. به سایه درختی رفت و دید که قطره قطره آبی از شاخه می چکد. جام زرین را از گردن شاهین گرفت، پر از آب کرد و خواست بنوشد. شاهین
بال بر جام زد و آب را ریخت. شاه دوباره جام را پر کرد. گمان برد که شاهین تشنه است، پس آب را پیش او گذاشت. شاهین باز بال زد و آب را ریخت. شاه بار سوم جام را پر کرد و پیش شاهین نهاد. شاهین دوباره بال زد و آب را بر زمین ریخت. شاه خشمگین شد و گفت نه خود آب خوردی و نه گذاشتی من بنوشم و نه اسب را. پس تیغ کشید و پرهای شاهین را برید. شاهین با نگاه به شاه اشاره کرد که به بالای درخت بنگرد. شاه سر بلند کرد و دید ماری بر شاخه نشسته و زهرش قطره قطره فرو می چکد. شاه از بریدن پرهای شاهین پشیمان شد. شاهین را در دست گرفت و به مقر خود بازگشت. غزال را به خوانسالار سپرد و خود بر تخت نشست. شاهین را همچنان در دست داشت. شاهین فریادی کشید و جان سپرد. شاه اندوهگین شد و پشیمانی سراسر وجودش را گرفت. چون ملک یونان این حکایت را به پایان رساند، وزیر گفت ای شاه، اگر پند پذیری رهایی خواهی یافت وگرنه هلاک می شوی، همان گونه که وزیری به پسر پادشاه حیله کرد و خود نابود شد. شاه پرسید آن حکایت کدام است؟ وزیر گفت شنیدم که یکی از پادشاهان پسری داشت. روزی آن پسر خواست به شکار رود. شاه وزیر را همراه او فرستاد. ایشان به شکار پرداختند تا به غزالی رسیدند. وزیر گفت این غزال را بگیر. شاهزاده اسب تاخت و به دنبال غزال رفت. او و غزال از دید سپاهیان ناپدید شدند. شاهزاده در بیابان سرگردان شد و نمیدانست کجا رود. ناگاه دختری گریان پدیدار شد. شاهزاده پرسید کیستی و چرا گریانی؟ دختر گفت من دختر پادشاه هندم. روزی سوار شدم تا به شکار روم، اما خواب مرا رو بود. از اسب افتادم و راه به جایی نمیدانم. شاهزاده دلش به رحم آمد. دختر را برداشت و بر زین اسب نشاند و رفت تا به جزیره‌ای رسیدند. دختر از شاهزاده خواست که او را فرود آورد. چون فرود آورد ناگاه دید که آن دختر غولی است، بد شکل و زشت. غول فرزندان خود را فرا خواند و گفت آدمی فربه برای خوردن آوردم. شاهزاده چون این سخن شنید دل به مرگ سپرد و از بیم لرزید. غول گفت چرا می ترسی؟ مگر نه تو شاهزاده ای؟ چرا از مال پدر به دشمن نمی گریزی؟ شاهزاده گفت دشمن من جان می خواهد نه زر. غول گفت چرا پناه از خدا نمی خواهی؟ شاهزاده سر به آسمان کرد و گفت ای آن که هرگاه درماندهی تو را بخواند دعایش را پاسخ می دهی، مرا از این بلا برکنار دار که تو بر هر چه خواهی توانایی. چون غول این دعا شنید از شاهزاده کناره گرفت. شاهزاده
به نزد پدر بازگشت و ماجرای وزیر را بگفت. وزیر سپس رو به شاه یونان کرد و گفت: تو نیز ای شاه اگر به گفته ی حکیم رویان دل بسپاری، در کشتن تو تدبیری خواهد کرد و به زودی کشته خواهی شد، همان گونه که در درمانت تدبیر کرد. شاه یونان گفت: راست گفتی. همانطور که به آسانی مرا از بیماری رهانید، می تواند دست گلی به من دهد که بوییدن آن مرا هلاک کند. اکنون بگو چه کاری درست است؟ وزیر گفت: او را بکش و از شرش آسوده شو، پیش از آن که او بر تو حیله کند و تو حیله بر او تمام کن. در همان حال شاه یونان حکیم رویان را فراخواند. حکیم حاضر شد. شاه گفت: میدانی برای چه تو را فراخواندم؟ حکیم پاسخ داد: هیچ کس جز خدا از نهان آگاه نیست. شاه گفت: تو را برای کشتن آوردم. حکیم از این سخن در شگفت شد و حیران ماند. گفت: به کدام گناه می‌خواهی مرا بکشی؟ شاه گفت: تو جاسوسی و قصد جان مرا داری. پیش از آن که تو مرا بکشی من تو را خواهم کشت. پس جلاد را فرا خواند و فرمان داد که آماده کشتن شود. حکیم گفت: مرا مکش تا خدا تو را نکشد. شاه گفت: تا تو را نکشم ایمن نمیتوانم زیست. بیم دارم که با اندک چیزی مرا بکشی، همان گونه که چوگان به دست من دادی و مرا از بیماری رهانیدی. حکیم گفت: ای شاه، پاداش نیکویی من این نیست. شاه گفت: ناچار باید کشته شوی. حکیم یقین کرد که مرگش نزدیک است. اندوهگین شد، گریست و از نیکویی هایی که با شاه کرده بود پشیمان گشت. آنگاه جلاد پیش آمد، شمشیر کشید و اجازه کشتن خواست. حکیم گریست و گفت: ای شاه، پاداش من این نبود. تو مرا پاداش می دهی همان گونه که نهنگ صیاد را. شاه پرسید: حکایت نهنگ و صیاد چگونه است؟ حکیم گفت: ای شاه، زیر تیغ چگونه توانم داستان گفتن؟ از من درگذر و به غریبیم رحم کن که خداوند بخشندگان را می بخشد. در این هنگام یکی از بزرگان دربار پایه تخت شاه را بوسید و گفت: ای شاه، از او درگذر و به غریبیش رحم کن که ما هیچ گناهی از او ندیده ایم. اما شاه گفت: اگر او را نکشم خود کشته خواهم شد. کسی که توانست چوگانی به دست من دهد و مرا از بیماری نجات دهد، میتواند دست گلی به من دهد که بوییدن آن مرا هلاک کند. گمان میکنم او جاسوسی است که قصد جان مرا دارد. ناچار باید کشته شود. چون حکیم دانست که شاه قصد کشتنش دارد، گفت: اکنون که به خون من همت کرده ای، دستوری ده تا به خانه روم، وصیت کنم و کتابی برگزیده بیاورم که به تو هدیه کنم. شاه پرسید: چه کتابی است؟ حکیم گفت: کتابی است پر از سود. کمترین سودش این است که پس از بریدن سر من، اگر شاه آن را بگشاید و از صفحه دست چپ 3 سطر بخواند،
سر بریده من به سخن آید و هرچه شاه بپرسد پاسخ دهد. شاه از این سخن در شگفت شد و او را به پاسبان سپرد تا به خانه رود. حکیم 2 روز در خانه ماند. روز سوم به دربار آمد. کتابی کهن در دست داشت و دواتی کوچک همراه. طبقی خواست و اندکی دارو در آن ریخت و گفت ای شاه، چون سر مرا بریدند فرمان ده تا آن را در این طبق نهاده با این دارو بیالایند تا خون باز ایستد. سپس کتاب را بگشا و 3 سطر بخوان. آنگاه سر من هر چه خواهی پاسخ خواهد داد. شاه کتاب را گرفت و خواست بگشاید، اما دید ورقها به هم چسبیده است. انگشت به آب دهان تر کرد و چند ورق گشود، اما به آسانی باز نمی شد. چون 6 ورق گشود هیچ خطی در آن نیافت. گفت ای حکیم، خطی در کتاب نمی بینم. حکیم گفت چند ورق دیگر بگردان. شاه همچنان ورقها را میگشت تا آنکه زهری که حکیم در کتاب نهفته بود اثر کرد. شاه فریادی بلند کشید. حکیم رویان چون حال شاه را دید گفت از دود دلهای زخمی و آزرده بپرهیز، چرا که درد و زخم دل سرانجام شعله ور می شود و سر بر می آورد. تا می توانی دل کسی را ویران مکن، زیرا آه و ناله دل شکسته توان آن را دارد که جهانی را زیر و زبر کند. و هنوز حکیم پندش را به پایان نرسانده بود که شاه جان سپرد. صیاد چون سخن به اینجا رسانید رو به عفریت کرد و گفت ای عفریت، بدان که اگر شاه یونان قصد کشتن حکیم رویان نمی کرد خداوند او را نمی کشت. تو نیز اگر قصد جان مرا نداشتی خداوند تو را نمی کشت. و چون قصه به اینجا رسید سپیده دم برآمد. امیدوارم تا اینجای قصه خوابتون برده باشه و دیگه صدای من رو نشنوید. اما اگه هنوز بیدارید برای حمایت از من سابسکرایب کنید و اگه دوست داشتید نظرتون رو برام بنویسید. و حالا با همین حال آروم به این مدیتیشن کوتاه گوش بدین و اجازه بدین خوابتون عمیق‌تر بشه. چشمات رو ببند. لازم نیست کاری انجام بدی. فقط همینجا باش. یه نفس آروم بکش از بینی و خیلی آهسته از دهان نفست رو بیرون بده. دوباره نفس بکش و با بازدم بذار سنگینی روز از شونه‌هات پایین بره. حالا توجهت رو بیار روی بدنت. از نوک انگشت‌های پا احساس کن دارن گرم و شل میشن. ساق پاها، زانوها، رانها، همه چیز آروم میشه. شکم و سینت با هر نفس
نرمتر میشن. قلبت آروم میزنه، کاملا آروم. شونه ها رها، گردن و فک شل و پیشونی صاف و آروم. تصور کن کنار یه دریای آروم ایستادی. موجها خیلی آهسته میان و میرن. هر موج یه فکر رو با خودش میبره. لازم نیست به چیزی فکر کنی. اگر فکری اومد فقط بذار رد بشه. مثل ابری که از آسمون میگذره. الان همه چیز همونطوره که باید باشه. جایی برای عجله نیست. جایی برای نگرانی نیست. فقط خواب، آروم، عمیق. و اگه صدای من کم کم داره دور میشه، یعنی خوابت داره میاد. شبتون رویایی.